میرزا ترسونزاده، شاعر بزرگ و خادم معروف جمعیتی، منادی صلح و شاعر توانا. تاریخ هیچگاه در فضای خالی به وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردانی وابسته است که با گذشت وقت نقش آنها در حیات جامعه خیش و عصرهای مینبعده بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفورов و میرزا ترسونزاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگی بودند که قسمت خلق خیش را در مرحله های حساس تاریخی و مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه های دولتداری تاجیکان روانه ساختند. در مرز 2000 ساله وقتی که خلق تاجیک و مرحله نوی ترقیات خود وارد گردید و ما راهی در عصر 20 طی کرده خود را جنبش نمودیم، با نظرداشت خدمت‌های بزرگ و فداکاری آنها در پایه‌گذاری استقلالیت تاجیکستان، انکشاف تمدن و خودشناسی ملی با عنوان عالی مملکت قهرمان تاجیکستان سزاوار دانسته شدن این فرزندان با شرف ملت کاملا قانونی است، زیرا هر یکی از آنها در حیات سیاسی و جمعیتی و علمی و فرهنگی تاجیکستان مقام شایسته دارند و جای استاد میرزا ترسونزاده مورد ذکر خاص می باشد. میرزا ترسونزاده نه تنها همچون شاعر شهیر بلکه به صفت ارباب بزرگ دولتی و جمعیتی و سیاسی به حیث رئیس کمیته یکدلی مملکت‌های آسیا و افریقا در تمام عالم متمدن شهرت داشت. او به این تشکیلات جمعیتی بین المللی 20 سال عاقلانه سروری کرده در تحکیم پیوند دوستی و رابطه‌های ادبی مردمان دو قطعه مبارز سیاره آسیا و افریقا خدمت‌های شایسته به جا آورد. میرزا ترسونزاده با مهنت فداکارانه خود در راه ترقیات ادبیات بدیعی، مستحکم نمودن صلح در بین مملکت‌ها و قطعه‌های عالم آبروی اعتبار بزرگ داشت. او در ردیف مشهورترین نویسندگان و اربابان دوران خود سزاوار عنوان عالی قهرمان مهنت سوسیالیستی گردیده بود. در جاده شعر و شاعری و صنعت سخنوری شاعر نامدار تاجیک با ستاره‌های تابناک ادبیات معاصر جهان در یک پایه قرار داشت. میرزا ترسونزاده همچون یک فرد فرهنگی نهایت فعال و مبارز از ابتدای سالهای 30 عصر 20 تا انجام عمر پربرکت خود در نوسازی تاجیکستان، ترقیات ادبیات، علم و هنر آن سهم ارزنده گذاشت. او چون شاگرد صادق و وفادار در پهلوی استاد صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی به خاطر پایه‌گذاری ادبیات و صنعت نوی تاجیک خدمت‌های شایسته تقدیر کرده است. در دوره حاضره که ما شاهراه وحدت برپا می‌نماییم و این راه عظیم سرزمین سبز و خرم ما را با کشورهای بزرگ عالم خواهد پیوست، باید از آن یادآور شد که میرزا ترسونزاده و همسفان او در سالهای 30 عصر گذشته در ساختمان راه ماشینگرد دوشنبه خاروق و دوشنبه خوجند فعالانه شرکت ورزیده درباره مهنت سازنده خلق اثرهای پرارزش آفریدند. میرزا ترسونزاده و دیگر نویسندگان و هنرمندان تاجیک در ساختمان کانال‌های کلان فرغانه و حصار حصه ارزنده گذاشتند. ساختمان‌های عظیم که تمام تاجیکستان را فرا گرفته بودند نه فقط ظهورات خودآگاهی ملی و وطنخواهی خلق تاجیک بودند، بلکه همچون سرچشمه الهام و انکشاف ادبیات و هنر از جمله ایجادیات میرزا ترسونزاده به شمار می رفتند. شعر و داستان‌های میرزا ترسونزاده که پیشرفت تاجیکستان و رشد و کمال معنوی مردم کشور ما را با صنعت عالی سخن و مهارت بلند تصویر می نمایند، دلیل روشن یگانگی شاعر و خلق و وطن می باشند. او به صفت مبارز راستی راه صلح و دوستی خلقها و بسیار مملکت‌های جهان سفر کرده از منبرهای بلند بین المللی سخن می گفت. تاجیکستان و خلق تاجیک را چون ملت صلح پرور، بشردوست و فرهنگی و خیرتمند به تمام دنیا مشهور ساخت. تاجیکستان را نه تنها شخصیت ناتکرار و عبرت بخش میرزا ترسونزاده چون انسان فروتن، دانشمند، دوستپرور و ارباب برجسته دولتی و جمعیتی، بلکه همچنین اثرهای پرمضمون او مشهور جهان گردانیدند. شاعر همیشه کوشش میکرد که به ملت و وطن خود خدمت شایسته نماید، با خلق هم نفس و هم قدم باشد، سخن را به منفعت دولت و جمعیت استفاده سازد. اشعار دلپذیر شاعر مهمترین مسئله های حیات مملکت، درد ملت و آرزو و آرمان های او را در بر میگیرد.
در عین زمان آنها نه تنها ارزش‌های عالی اجتماعی خلق تاجیک بلکه ایدئال‌های انسان پرورانه دیگر ملت‌ها را نیز افاده می‌نمایند. به منفعت پیشرفت اجتماعی، صلح و همکاری خلق‌های جهان خدمت می‌کنند. به سبب نیست که اثرهای شاعر شهرتیار تاجیک به زیاده از 50 زبان خلق‌های جهان ترجمه شدند. این دلیل آبروی و نفوذ ادبیات و فرهنگ تاجیک و افتخار ملت تاجیک است. میرزا ترسونزاده فرزند صادق خلق و به قول خودش به مثل گوشت و ناخن همیشه با وطن بود. واقعا وطن عزیزترین مقدسات برای فرزندان آگاه ملت است. آن را کسی از تخت دل و مغز اندر مغز جان دوست داشته میتواند که افتخار بلند ملی داشته باشد. افتخار از آزادی، افتخار از زیبایی، افتخار از وطن چون مادر مشفق و غمخوار. میرزا ترسونزاده از نخستین کتاب شعر و حکایه و آچرک‌های خود بیرق ظفر که سال 1932 انتشار یافته بود تا آخرین مجموعه اشعارش پاسبان آتش در تمام شعر و داستانها، اثرهای دراموی، فیلمنامه‌ها و مقاله‌هایش خود را همچون عاشق و ستایشگر ممتاز وطن عزیز خویش نشان داد. احساس وطن دوستی شاعر شهیر چنان صمیمی و ذوق زیبایی پسندیش چنان روشن بودند که تاجیکستان در نظر او مملکت طلایی می‌نمود. شاعر وطن را تکیه‌گاه مقتدر می‌دانست که به گفت خودش خلق از وی سربلندی‌ها به دوران می‌کند. شاعر بزرگ خلق را در جانسختی و متانت همچون آهن، وطن را در مهربانی، زیبایی و قدرت به مثل آهنربا تصویر می‌کرد. رنگ و بوی دلکش تاجیکستان که شاعر جهان گشته آن را بهشت بی‌مثل می‌نامید باعث افتخار ملی و سرفرازی او بود. محبت پاک استاد ترسونزاده به سرزمین اجدادی، آب و خاک وطن به شبهه برای نسل‌های زیادی ملت همچون نمونه عالی عبرت خدمت خواهد کرد. مقدس دانستن وطن و وطنداری، شأن و شرف انسانی و وحدت خلق‌ها صرف نظر از نژاد و ملت و مذهب آنها در فعالیت میرزا ترسونزاده چون ارباب بزرگ دولتی و جمعیتی و کار پرمحصول ایجادی او در دوره‌های من بعد هم به صفت مهمترین ارزش‌های فلسفی و اخلاقی ادامه و رواج یافتند. وقتی که سلسله اثرهای میرزا ترسونزاده، قصه هندوستان و من از شرق آزاد پس همدیگر انتشار یافتند، آنها در ادبیات عصر 20 جهان یک رویداد مهم گردیدند، زیرا تا این دم یگان شاعر یا نویسنده شرق خارجی را از لحاظ بدیعی چنین حقیقت نگارانه کشف نکرده بود. گذشته از این آثاری دایر به حیات خلقهای کشورهای خارجی نوشته استاد ترسونزاده در نظم تاجیک دوره نوی را آغاز کردند. از این رو آنها زود به زبان روسی و دیگر زبانهای جهان ترجمه شده در عالم متمدن مشهور گردیدند. زیرا در این اثرها میرزا ترسونزاده با همدردی و حسیات بزرگ بشردوستی طرز زندگانی خلقهای شرق قبل از همه هندوستان را با تصویرهای پرزور رمانتیکی بیان کرده برای خوشبختی و سعادت آدمان عادی مبارزه می‌برد و سیاست مستملکه‌داران را سخت محکوم می‌نماید. غایه‌های عالی عمومی انسانی، حفظ صلح، حمایت منفعت‌های اهل زحمت، حس مسئولیت نسبت به تقدیر انسانیت، رفاقت و دوستی خلقها در لیریک سیاسی و دیگر اشعار اجتماعی میرزا ترسونزاده با کمال استعداد و صنعت سخن با حس و هیجان بلند انسان دوستی افاده یافتند. خدمت بی‌بهای یک نفر فرزند ملت شاعر پیشه و صاحب فرهنگ تاجیک میرزا ترسونزاده با خزینه تمدن بشر نیز در همین است. میرزا ترسونزاده هر قدر که شاعر ملی باشد به همان اندازه ترغیبگر دوستی خلقهای دنیا است. این فضیلت نه تنها در فراوانی موضوعهای بین المللی در ایجادات او بلکه در فکر و اندیشه های عمومی انسانی و غایه های عالی عمومی بشری شاعر ظهور می کند. موضوع آزادی انسان در مرکز تمام ایجادات پربرکت و ارزشناک میرزا ترسونزاده قرار گرفته است. ترنم آزادی شخصیت و جامعه، استقلالیت کامل دولتی همه کشورها رسالت عالی جمعیتی شاعر بود. شاعر آرزو میکرد که انسان زحمتکش به آزادی کامل موفق گردد، چنانکه ما به شرافت استقلالیت دولتی تاجیکستان به چنین آزادی نائل شدیم و در خریطه سیاسی جهان پیدا شدن نام تاجیکستان مستقل
بشارت از آزادی در انتظار خلق تاجیک گردید. میرزا ترسونزاده در شرایط نوی تاریخ آزادی تاجیکستان و خلقهای گوناگون ملت آن را وصف نموده است. قهرمانان داستان حسن عرابکش جوانمردی است که آزادی حقیقی را در اجرای خدمت خلق و آبادانی مملکت می‌بیند. این است که موافق تقاضای زمان نو هنری رانندگی می‌آموزد و برابر تاجیکستان خودش هم رشد و کمال می‌یابد. میرزا ترسونزاده در شرایط نوی تاریخ آزادی تاجیکستان و خلقهای گوناگون ملت آن را وصف نموده است. قهرمان داستان حسن عرابکش جوانمردی است که آزادی حقیقی را در اجرای خدمت خلق و آبادانی مملکت می‌بیند. این است که او موافق تقاضای زمان نو هنری رانندگی می‌آموزد و برابر تاجیکستان خودش هم رشد و کمال می‌یابد. در داستان چراغ ابدی باشد شاعر قدرشناس سیمای نورانی مربی زبردست خود استاد صدرالدین عینی را به تصویر کشیده مقام نویسنده و دانشمند معروف پایه‌گذار ادبیات معاصر تاجیک نخستین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان را در حیات معنوی جامعه ما نشان می‌دهد. انسانی آزادی که تمام فعالیت با شعورانه خود را چون شاعر و ارباب جمعیتی در راه سعادت خلق‌های زحمتکش، دوستی و برادری، وحدت و یگانگی مردم بخشیده است. خود استاد میرزا ترسونزاده می باشد که ما چهره پرجاذبه او را در داستان جان شیرین می بینیم. قهرمانان استاد ترسونزاده آدمان آزادی هستند که هستی خود را به خدمت خلق و وطن بخشیدند. آنها هر قدر که به تاجیکستان و انسانیت متمدن خدمت شایسته انجام دهند به همان اندازه خود را آزاد و خوشبخت احساس می نمایند. ماهیت غایوی ایجادیات شاعر زبردست تاجیک را وحدت خلقهای عالم و فعال ساختن نیروهای عظیم مادی و معنوی آنها در راه صلح، ترقیات اقتصادی، پیشرفت اجتماعی انسانیت تشکیل می‌دهد. میرزا ترسونزاده نقشه و اهمیت ادبیات را پیش از همه در همین می‌دید. شاعر در اثرهای خود نشان می‌دهد که مناسبت‌های دوستانه و احساس بلند انسان‌پروری تاجیکان همیشه حسن توجه جهانیان را به خلق تاجیک بیدار می‌کرد. مردمان گوناگون مذهب و گوناگون زبان عالم نسبت به ما در دل خود حس احترام و دوستی می‌پروریدند. از شعر میرزا ترسونزاده برمی‌آید که محبت و اعتقاد انسانیت پیشقدم به خلق و دولت ما، به عنعنه‌های ملی مردم ما، به عباره شاعر رسم خوب تاجیکان یعنی دوستی بی‌غرضانه، فرهنگ غنی، دل پاک و اخلاق حمیده علاقمند است. شاعر دوستی خلقها را از جمله ارزش‌های بزرگ معنوی می‌شمارد و مقدس می‌داند. برای میرزا ترسونزاده وحدت خلق جهان مفهوم عمومی یا شعار نیست، بلکه جهانبینی روشن است که با گذشت روزگار و تربیت پیوسته در مکتب حیات حاصل شده است. به عقیده او گلخن دوستی و رفاقت و همبستگی و همدلی را که اجداد بزرگ ما در راه انسانیت افروختند چراغ تابنده زندگی کردن ضرور است. شاعر به هموطنان خود مراجعت می نماید که دل را از کینه و عداوت، شبهه و ناباوری پاکیزه نگاه داشتن لازم است. دل را پر از مهر و وفا ساختن و آشیان زندگی را نیز در دل انسان گذاشتن در کار است، زیرا در جهان مقام بلندتر از دل انسان وجود ندارد. انسان بزرگترین و نادرترین معجزه طبیعت است. بنابراین میرزا ترسونزاده به انسان و ماهیت هستی او اهمیت کلان می‌دهد. در شعر و داستان و اثرهای دراموی و فیلمنامه‌های او انسان با تمام پهلوهای فعالیتش دنیای باطنی و ظاهری، رسالت اجتماعی، عالم رنگین روحی و اخلاقی، مهنت و محبتش به تصویر آمده است. زنان، مادران، دختران پاکگوهر تاجیکی شاعر چهره‌های آنها را با کمال محبت و احترام خاصه قلمداد نموده است، در متانت و زیبایی کم نظیرند. مادرنامه‌های میرزا ترسونزاده که در تمام مرحله‌های فعالیت ایجادیش ادامه یافتند، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی در نظم معاصر تاجیک یک رویه تازه را تشکل دادند. مادران و زنانی که میرزا ترسونزاده تصویر می‌کند دارای احساس بلند شهروندی و معنویات غنی می‌باشند. آنها چون زنان وطنخواه، زحمتکش، ایجادکار، تربیتگر اولاد نجیب، جانبداران صلح، یاران با وفا و زیبای و با شرف در دل ما مسکن گرفتند.
میرزا ترسونزاده نه تنها پیوسته ایجاد میکرد بلکه رسا 31 سال رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نیز بود و کار ایجادی و علمی را یکجا با فعالیت جمعیتی پیش میبرد. او در تربیت نسل‌های جوان ادبیات تجربه فراوان اندوخت و مکتب خود را به وجود آورد. مکتب ادبی میرزا ترسونزاده مثل مکتب استاد صدرالدین عینی در ادبیات معاصر تاجیک راه و روش تازه ایجادی و نوجویی را بنیاد گذاشت. با کمال اعتماد گفتن ممکن است که نور نظم میرزا ترسونزاده در دوران ما نیز عالم ادبیات تاجیک را منور می‌کند. تمام مردم تاجیکستان به خصوص نسل‌های جوان و نورس باید دانند که حیات پربرکت، فعالیت دامنه‌دار ادبی و جمعیتی میرزا ترسونزاده همچون فرزند اصیل خلق با روندهای نوسازی مملکت، آزادی و استقلالیت و رشد و کمال ملت سربلند ما علاقمند بود. ایجادات سرپهلوی میرزا ترسونزاده در تاریخ ادبیات و هنر و حیات معنوی ما یک دوره تام را تشکیل کرد. شعر تاجیک مخصوصاً از زینه دویم سالهای 40 عصر گذشته به شرافت ایجادات میرزا ترسونزاده به مجرای تازه وارد شد و به سطح بلند غایوی و استتیکی رسید. شعر تاجیک مخصوصاً از نیمه دویم سالهای 40 عصر گذشته به شرافت ایجادات میرزا ترسونزاده به مجرای تازه وارد شد و به سطح بلند غایوی و استتیکی رسید. امروز بعضی منقدان میرزا ترسونزاده و یک زمره شاعران دوران او را به آن عیبدار کردنی می شوند که آنها ادبیات و هنر را به سیاست پیوست کرده بودند. ولی اگر ما زمان و ایجادات شاعر را در همبستگی عمیق تحلیل نماییم، پس معلوم می گردد که این دعوا کاملا خطاست. واقعا میرزا ترسونزاده از جمله سخنورانی است که برایشان هنر و سیاست مرادف یکدیگرند. میرزا ترسونزاده با یک مهارت بلند لیریک را با سیاست دولت و نیازمندی‌های آن هماهنگ ساخته بود. ارزش قصه هندوستانی او که بیش از نیم عصر پیش انشا شده است محض در همین می باشد. در منظومه مذکور نزاکت شاعرانه و دلاوری شهروندی، درد انسان و آرزوهای نیک، شکرگزاری و تنفر، محبت و تلاش آزادی، گرمی دستی دوست و گره شدن مشت به هم آمیختند. به این دو بال محبت و غضب و شادی و اندوه قصه هندوستان می توانست در فضای سیاره این گونه بلند پرواز کند. وابسته به ایجادات میرزا ترسونزاده می خواهم باز یک مسئله را تاکید نمایم. عقیده وجود دارد که اشعار سیاسی کاری کاسبان است و چنین اشعار تیزگذر است و از یاد مردم به زودی فراموش می شود. شاید در بسیار موردها چنین هم باشد، ولی وقتی که اشعار سیاسی هیجان عمیق، خصوصیت‌های نظم ملی و تفکر فلسفی مؤلف را در بر می‌گیرد، چنین اثر جاودانه است. و بسیاری از شعر و منظومه و داستان‌های میرزا ترسونزاده محض چنین قسمت نصیب گردیده است. چنانه که بابایان و پدران ما این اثرها را با افتخار و شادمانی پذیرفته بودند، شعر میرزا ترسونزاده امروز نیز مورد زبان مردم است. با مکافات‌های با نفوذترین بین المللی قدر شدن شاعر تاجیک دلیل اعتراف عموم و شهرت کلام مؤثر او در بین عالمیان می باشد. ما همزمانان و وارثان استاد میرزا ترسونزاده افتخار می کنیم که این شاعر توانا در ردیف بزرگترین ادیبان عصر 20 در راه بیداری، انکشاف تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلالیت خلقهای جهان فعالانه شرکت ورزیده است. میرزا ترسونزاده که تفکر فراگیر کره زمین و دل دردآشنا داشت، زندگی مردم تاجیک و برتریت‌های جامعه ما را با کشورهای همسایه ماهرانه قیاس می‌کرد. ضمن این هموطنان خود را دعوت می‌نمود که به قدر دستاوردهای حیات نو برسند، آنها را حفظ نموده افزونتر سازند. امروز که خلق ما راه پیشرفت منبعی خود را معین نموده است و با این راه استوارانه پیش می‌رود، این نقطه نظر برای نسل کنونی ملت کهن بنیاد تاجیک ماهیت حیاتاً مهم پیدا می‌کند. وابسته به این بار دیگر تاکید کردن می‌خواهم که غایه جامعه دموکراتی و دنیوی چراغ راهنمای ماست و برخلاف مانع‌هایی که دشمنان در راه ملت تاجیک ایجاد می‌کنند، ما در زمینه خودشناسی ملی و ارزش‌های عمومی بشری چنین جامعه را برپا خواهیم کرد و به آن موفق خواهیم شد که تاجیکستان صاحب استقلال در ردیف کشورهای پیشرفته و متمدن جهان جای گیرد. اصلاً آرزوی فرزندان بزرگ ملت
چون میرزا ترسونزاده نیز آبادی و شکوفایی وطن، پابرجا بودن صلح و امنیت در سراسر دنیا بود. متاسفانه صلح و امنیت جهان که میرزا ترسونزاده برای آن تلاش‌های زیاد کرده بود حالا باز در زیر خطر است. قضیه افغانستان که زیاده از 20 سال ادامه دارد، امنیت نه فقط کشورهای منطقه بلکه جهان را خلالدار می‌کند. بعد فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 وقتی که در نتیجه ضربه تروریسم بین الخلقی در شتات‌های متحده آمریکا هزاران نفر آدمان قربان شدند، جامعه جهانی روشن و واضح درک کرد که بحران افغانستان نه تنها به امنیت تاجیکستان و منطقه بلکه به تمام جهان تهدید می‌کند. در این باره ما موقع تاجیکستان را چندین مراتبه از منبر سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی از جمله از منبر سازمان ملل متحد آید به پیشگیری جنایتکاری و همکاری بین الخلقی در مبارزه علیه جنایتکاری ترانسمیلی در شهر وینا، در مراسم امضای کنونسیون سازمان ملل متحد آید به مبارزه بر ضد جنایتکاری متشکل ترانسمیلی در شهر پالرمو و دیگر واخوری و چاره‌بینی‌های بین الخلقی اظهار داشته بودیم. گذشته از این ما دایر به مشکل منطقه امنیت در اطراف افغانستان پیشنهاد مشخص داشتیم. مقصد یگانه ما از این همه پیشنهادات این بود که توجه جامعه جهانی به مسئله ضرورت متحد نمودن امکانیت‌ها در بابت حل آسایشته قضیه افغانستان، پیشگیری قاچاق مواد مخدر و اندیشیدن تدبیرها بر ضد فعالیت تروریستی در منطقه و جهان حل کرده شود. ولی بسیاری‌ها مقیاس خطر و امکانات واقعی تروریسم را نادیده گرفتند. اکنون که جامعه جهان دهشت عمل زشت تروریستان را در وجود خود احساس کرد، باید تدبیرهای اندیشیده شوند که منبعد به تامین امنیت جهانیان مساعدت نمایند. واقعاً رفت زندگی و دامن پهن نمودن تروریسم بین المللی امروز اکثر کل کشورهای جهان را وادار نمود که محض همین راه و روش را پیش گیرند. باید گفت که در چنین شرایط شعر صلح پرور میرزا ترسونزاده هماهنگ مجرای حیات است و امروز هم خیلی زمانوی صدا می‌دهد. وابسته به این می‌خواهم بگویم که ادیبان و تمام زیایان باید از زندگی نامه استاد میرزا ترسونزاده سبق گیرند، در حیات موقع فعال شهروندی را اشغال نمایند، با سخن و هنر مؤثر غایه‌های عالی و جاودانه، صلح، وحدت، خودشناسی ملی و وطن پرستی را در دل و شعور نسل‌های نو جای نمایند و ارزش‌های پیشقدم عمومی بشری را در جامعه ترغیب سازند. وظیفه مقدس زیایان قرض شهروندی آنها را ما پیش از همه در همین می‌بینیم. در دوره حاضره که در بین خلق‌های جهان به وجود آمدن یکدیگر فهمی، قرابت معنوی، تحکیم رابطه‌های دوستی و گسترش همکاری همچون عامل اساسی صلح و سعادت بشریت تقاضای حیات و ضرورت زندگی میباشد. مقام میرزا ترسونزاده همچون سراینده صلح و وحدت انسانیت باز هم بلندتر میگردد. شعر میرزا ترسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. تمام زندگی او تمثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع خلق و وطن خویش می باشد. استاد میرزا ترسونزاده واقعا قهرمان تاجیکستان است. مهر او در آشیان بلندترین دل خلق موا گرفته است و خلق خاطره نیک فرزند محبوب خویش را تا ابد حفظ خواهد کرد. شاعر بزرگ و ارباب برجسته جمعیتی میرزا ترسونزاده به نسل دوم ادیبان سده 20 تاجیک شامل بوده. در ردیف ساتیم الاغزاده، جلال اکرامی، حبیب یوسفی، حکیم کریم، میرسعید میرشکر، محمد جان رحیمی، عبدالسلام دهاتی، رحیم جلیل، باقی رحیمزاده در یک دوره پر از تضاد و مبارزه های داخلی به عرصه ادبیات قدم نهاده بود و او همچون شاگرد دو ابرمرد ادبیات معاصر صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی توسط ادبیات و مطبوعات به خدمت خلق و وطن کمر می‌بندد. میرزا ترسونزاده و همصفانش با محبت و جوش و خروش جوانی با ایجاد هر یک اثر و شرکت در ساختمان‌های عظیم خشت‌های نخستین سازندگی جمهوری تازه بنیاد تاجیکستان را می‌گذاشتند و مردم روح و توان می‌بخشیدند. از شخصیت‌های تاریخی
انسان‌های روشنضمیر و مشعلداران راه آزادی و استقلالیت، بنیادگذاران تاجیکستان نو، پرچمبرداران متین علم و ادب و فرهنگ ملی تاجیکان با سپاسگزاری یادآور شدن امر واجب است، زیرا این فرزندان با شرف خلق تاجیک پایه‌گذاران کشور محبوب ما به شمار می روند. در این حلقه فرزند شرفمند ملت تاجیک میرزا ترسنزاده که برای خدمت‌های بزرگ در انکشاف ادبیات و ترغیب غایه‌های صلح و دوستی خلق‌ها و گسترش نفوذ بین الخلقی تاجیکستان در ردیف استاد صدرالدین عینی و علامه باباجان غفورов سزاوار عنوان عالی قهرمان تاجیکستان گردیده است، مقام موقع شایسته دارد. میرزا ترسنزاده هم نفس و هم قدم جمهوری تاجیکستان بود و امروز نیز با آثار پرمضمونش همزمان ماست. او اشتراکچی فعال حرکت ادبی سالهای نوسازی تاجیکستان. این مجموعه شعر و حکایه‌هایش تحت عنوان بیرق ظفر هنوز در سال 1932 در دوشنبه انتشار یافت. من بعد میرزا ترسنزاده در برابر جمهوری تاج‌بنیاد تاجیکستان پیوسته رشد و کمال یافت و در عالم علم و ادب و سیاست بین المللی یکی از تابناک ستاره‌های مملکت پهناور گردید. استاد میرزا ترسنزاده همچون شاعر و دانشمند، ارباب جمعیتی و پوبلیسیست و صاف شعله‌ور دوستی و برادری خلق‌ها، رئیس اتفاق دگان تاجیکستان، عضو اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، قهرمان مهنت سوسیالیستی، عضو اکادمی علم‌های تاجیکستان، قهرمان مهنت سوسیالیستی، دارنده جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام رودکی و دیگر جایزه‌های عالی دور از جمله جایزه بین‌المللی به نام جواهر رو حیات عبرت بخش را از سر گذرانیده است. میرزا ترسنزاده پیش از همه شاعر خلق تاجیک است. اگر ما جریان زندگی او را از ابتدا تا آخر از نظر گذرانیم، روشن می‌بینیم که آن نمونه عالی پیوند شاعر با حیات خلق میباشد. میرزا ترسنزاده یکی از اولین سخنورانی بود که در موضوع مبارزه آزادیخواهانه رنجبران بر ضد ظلم و ستم و طلب عدالت اجتماعی درامه شورش واسع را همراه عبدالسلام دهاتی آفرید. در اساس این اثر نخستین اپرای ملی در تاریخ صنعت تاجیک ایجاد گردید که آن هنوز 70 سال مقدم در اولین دهه صنعت تاجیکستان در شهر مسکو نمایش داده شد و موفقیت بزرگ به دست آورد. شعر و داستان‌های میرزا ترسنزاده از غایه‌های عالی وطن پرستی و انسان دوستی سرشارند. شاعر در سروده‌های خود با صداقت بی‌پایان فرزندی شهامت و بزرگی وطن را وصف و ترنم می‌نماید. وقتی وی به عرصه ایجاد وارد گردید، نه تنها ادبیات نوین تاجیک تشکل می‌یافت، بلکه خود تاجیکستان تازه بنیاد در راه ترقیات قدم‌های اولین می‌نهاد. آثار پرمحتوای او اصلاً تاریخ بدیعی تاجیکستان است. آبشار کردن زمین‌های تشنه‌لب، بنیاد راه و پل‌ها، سبز و خرم گردانیدن وادی‌ها، تأسیس نخستین خواجگی‌های دست جمعی، ارزی وجود نمودن کارخانه و دانشگاه‌ها و دیگر کارنامه‌های همزمانان در شعر و داستان‌های استاد تجسم یافتند. سال 1953 در روزهایی که 75 سالگی استاد صدرالدین عینی جشن گرفته می‌شد، میرزا ترسنزاده گفته بود: خیلی کم اتفاق می‌افتد که ترجمه حال یک نفر به ترجمه حال خلقش چنین موافق باشد. این سخنان به خود میرزا ترسنزاده هم پوره تعلق دارند. زندگی نامه و کار و پیکار او تاریخ زنده ملت ما در عصر 20 می باشد. در بسیار شعرهای ابد زنده او، مخصوصا در داستان بلند مضمون حسن عرابکش، تحولات عظیم سرنوشت ملت تاجیک در عصر گذشته بسیار دقیق و ماهرانه تصویر شده است. همزمان با این، شاعری بشردوست در خانه دل خود مهر و محبت مردم زحمتکش جهان را نیز جای داده بود. از اینجاست که سخن پر اعجاز شاعر افاده‌گر روح زمان و تجسمگر درد و وجدان اهل بشر بود. تصادف نیست که تقدیر به ذمه او وظیفه و مسئولیت پرشرف را گذاشته بود تا مقصد و مرام زندگیش را به خدمت دوستی و برادری مردم عالم به خصوص خلق‌های آسیا و افریقا بخشد. آثار سخنور بزرگ، ارباب برجسته جمعیتی، مناد صلح و دوستی، فرزند ارجمند ملت تاجیک میرزا ترسنزاده، سراپا از اندیشه‌های استقلال خواهی برای مردم جانفدای مشرق زمین و وحدت خلق جهان سرشار است.
او نخستین مراتبه با سلسله اشعار مرغوب قصه هندوستان به ادبیات جهانی پیوست و به دل مردم نیک اراده دنیا راه یافت، زیرا این اثر او با بلندی غایه و بدیعیت نه تنها افاده‌گر آرمان‌های مردم هند بلکه مردم آزادیخواه دنیا است. از اینجاست که ادیب بزرگ هند ملک راج آنند بعد مطالعه این اثر شاعر تاجیک با سپاس صمیمی اقرار شده بود: کاش درباره هندوستان من مثل شاعر تاجیک اثر می نوشتم. شاعر برحق فرموده بود که شادم اما می خورم غمهای خلق دیگره. باز افزوده بود که آشیان گر می گذاری در دل انسان گذار. این اشاره ها برنامه فعالیت ایجادی و رسالت شهروندی او بودند. از اینجاست که میرزا ترسنزاده نه تنها همچون شاعر محبوب خلق تاجیک بلکه چون ارباب متین اراده راه صلح و وحدت در اقصای عالم نام برآورد. به اندیشه من در برابر استعداد خداداد فرهنگ و تمدن ملی آموزش ادبیات هزار ساله عالم معنوی میرزا ترسنزاده را خیلی پرغناوت گردانیده جهان بینیش را فراختر ساخت. البته هیچ شخصیت علل خصوص شخصیت عالم شمول به مثل استاد ترسنزاده در جای خالی به وایه نمی رسد. شاعر مبارز سنت های ملی، ادبیات شفاهی و کلاسیکی تاجیک و فارس بهترین دستاوردهای ادبیات جهانی را فرا گرفته تجربه ایجادی سخنوران بزرگ را در روزگار و فعالیت ادبی خود کاربست کرده است. دانش و تجربه و ستاره گرم و دل پرمحبت به او امکان دادند که سبقهای دیپلماتی دولتی و مردمی را به هم ماهرانه آموزش داده در گفتار و معامله و معاشرت خود با طبقه های مختلف جامعه، سیاستمداران و راهبران عالی رتبه دولت های گوناگون جهان با کمال دانشمندی و نزاکت رعایت نماید. این است که کلام مؤثر و جاذبه‌دار شاعر شهیر تاجیک در اقصای گوناگون عالم از منبرهای بلند صدا داده محبوبیت خاصه کسب کرده است. حفظ صلح و امانی، مایه منفعت‌های اهل زحمت، حس مسئولیت نسبت به سرنوشت انسان و دوستی و همکاری خلقها در اشعار میرزا ترسنزاده با کمال استعداد و صنعت سخن افاده یافتند. در ایجادات میرزا ترسنزاده موضوع وطن با تمام بزرگی و زیباییش تصویر شده مقام اساسی دارد. سلسله شعرهای به طبیعت دیار، منظره‌های ناتکرار و رود و آبشاران بخشیده شاعر صمیمیت و صداقت او را به سرزمین عزیزش افاده می‌سازند. استاد ترسنزاده به حیث رئیس کمیته یکدلی خلق‌های آسیا و افریقا و قاصد صلح و دوستی به کشورهای خرد و بزرگ دنیا سفر می‌کرد، لیکن در همه جا دل او به یاد وطن می‌تپید. ولی من در همه جا، در همه کنج کنار دهر همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. میرزا ترسنزاده همچون شاعر بزرگ وطن دوست و خلق پرور، مبارز فعال راه صلح و آرامی و آسودگی حیات جمعیت، صاحب آبرو و عزت، اعتبار بلند و شهرت جاودانی گردید. از نیمه دوم سالهای سیوم عصر 20، از همان دورانی که فاشیسم دنیا را ناآرام ساخته، بعضی مملکت‌های اروپا و غرب را زیر پا کرد و به سر مردم بدبختی ها آورد، میرزا ترسنزاده در اثرهایش به جنگ و جدال و خصومت و دشمنی، صلح و وحدت و دوستی و برادری را مقابل گذاشت. شاعر صلح پرور ما خلق‌های جهان را بر ضد فاشیسم دعوت می‌کرد تا که ریشه منحوس جنگ را از بیخ و بونش بریده پرچم صلح را در عالم استوار سازند. در آن دوران پرتهلکه میرزا ترسنزاده در پاریژ همراه نویسندگان و عالمان معروف از قبیل ژالیا کیوری، الکساندر فادیف، ایلیا ارنبورگ در کار اولین کنفرانس عمومی جهانی حامیان صلح اشتراک و در حمایت صلح و آسایش سخنرانی بسا تأثیر بخش کرده بود. همین طور میرزا ترسنزاده شاعر صلح پرور ما در صف پیش جبهه مبارزه بر ضد ظلم و ستم قرار گرفته، همچون مبارز متین همدیگر فهمی و اتحاد خلق‌های تمام جهان معروف گردید. موضوع اساسی ایجادیات او ستایش دوستی و برادری، آزادی و استقلالیت و مبارزه علیه نزاع‌انگیزان و تخریبکاران امروز نیز یعنی در زمان ما اهمیت خود را گم نکرده است. آثار شاعر نسل نورس را هشدار می‌دهد که در حمایت وطن، هویت ملی خویش هوشیار، زیرک و دوراندیش باشند. شاعر وطن خود تاجیکستان کوهسار و آفتابی را همچون یک حصه
جدا نشونده شرق و جزئی جامعه جهانی می شمارد که در دایره سیاست آن زمان ترغیب این غایه کار چندان آسان نبود. شخصیت شاعری وطن دوست در آن ظاهر می شود که در هر شعری او مهر و محبت تاجیکستان بر اعلا به مشاهده می رسد. میرزا ترسونزاده دایره موضوع و مسئله های ادبیات معاصر تاجیک را وسعت داده، منظره های گوناگون حیات مملکت های خارجی را با افکار نو و از دیدگاه تازه به ادبیات ما وارد ساخت و به این وسیله مکتب نوی ادبی را به وجود آورد. جوهر خاص این مکتب شناخت گذشته خلق خود، رشد زبان، فرهنگ، ادبیات کهن بنیاد و سنت و عنعنه های ملی ما می باشد. سبق دیگر این مکتب ادبی عبارت از آن است که شعر و سیاست را به هم آمیزش داده، ادبیات را همچون واسطه مؤثر متحد کردن جامعه و تشکل افکار عموم نیرومند گردانید. موضوع صلح و وحدت، نکوکاری و سازندگی همچون شعار مردم فرهنگ پرور و تمدن ساز تاجیک به آثار ادبی بشردوست ما جلوه تازه می بخشد. ما به این جهت آثار ترسونزاده و پیروان مکتب او باید اعتبار خاص دهیم. امروز در سیاست خارجی تاجیکستان صاحب استقلال نیز مرام صلح، همکاری های اقتصادی و فرهنگی و دوستی و برادری اهمیت اولین درجه دارند و ما برای تطبیق پیگیرانه آنها کوشش می نماییم. به این معنی شعرهای استاد ترسونزاده جوهر سنت های نیک و پسندیده صلح پرورانه خلق ما را افاده می سازند. چنانچه شاعر در این مورد گفته است: آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روز سخت. شاعر از موضوعهای ملی تا مسائل بین المللی اظهار اندیشه کرده، شعر و داستان، اثرهای صحنوی، فیلمنامه ها، مقاله های علمی و ادبی خود را به نیروی عظیم معنوی مبدل نمود. میراث گرانبهای ادبی میرزا ترسونزاده در دوره ما به مهمترین و مبرمترین مسئله های حیات خلق و دولت جوابگو می باشد. شعر او همراه مردم تاجیکستان صاحب استقلال قدم می زند، شادی و نشاط ما را افاده می کند و با قلب‌های ما همصدا می شود. در زمان ما که وحدت ملی به یکی از رکن‌های سیاست دولتی تبدیل یافته است، ایجادات شاعر به اتحاد و برادری مردم مملکت مساعدت می نماید. شاعر حقیقی همچون پرچمبردار ادبیات و فرهنگ ملی در دل خلقش همیشه زنده و پاینده است. میرزا ترسونزاده همین گونه ادیب مبارز، شخصیتی برجسته و انسانی نجیب بود. از این رو او محبوب خلق تاجیک و مردمان صلح پرور و آزادیخواه عالم گردیده است. بی‌گزند ماندن نام و آثار میرزا ترسونزاده را حیات به خوبی ثابت می نماید، چون گرامی داشت و رمزی پاسداری خدمت‌های شایسته میرزا ترسونزاده به نام او شهر، دانشگاه و مکتب‌ها و کوچه و خیابان‌ها گذاشته شدند و مهمتر از همه شعر او پیوسته ورد زبان مردم تاجیک است. میرزا ترسونزاده تفکر فراگیر کره زمین و دلی دردآشنایی داشت و شعر این شاعر نابغه شعر ملت و شعر برای انسانیت است. اشعار آتشبار این وصاف صلح و دوستی، برادری و همدلی مردم عالم و شعر این سپهسالار نظم زمان خود به 60 زبان خلق‌های دنیا ترجمه شده است. از روز وفات استاد قریب 40 سال گذشت، ولی خدمت و تلاش‌های او مثل صدرالدین عینی و باباجان غفوروف در راه تشکل و تحکیم هویت ملی، خودآگاهی و خودشناسی ملی، پاسداری ننگ و ناموس وطن، افتخار بلند دولتداری، پایداری صلح و امنیت و وحدت خلق جهان بیش از پیش جلوه‌گر می‌گردد. از این رو او برحق قهرمان تاجیکستان اعتراف گردیده است. شعر او در اعمار جامعه دموکراتی تاجیکستان صاحب اختیار نیز نیروبخش مردم بوده با ما هم قدم و هم سفر است. به عباره دیگر میرزا ترسونزاده با شعر وحدت ساز خویش همزمان ما، همزمان نسل‌های نو خلق تاجیک باقی میماند. بگذار نام مبارک و آثار ارزشمند میرزا ترسونزاده همچون قاصد صلح دوران ما از نسل به نسل و از عصر به عصر ادامه یافته عمر ابدی یابد. بگذار کلام آتشین، موزون و ناب و شیوای میرزا ترسونزاده قلب تمام خلق تاجیک و جهان را صاف و منور و چون آینه پرجلا گرداند.